انواع عناصر در HTML. در HTML ما دو نوع عناصر داریم، یکی بلاک element و دیگهش inline element که عناصر در سطح بلوک و عناصر در سطح درون خطی. عناصری که در سطح بلوک است عرض 100% را به خود میگیرد و عناصری که در سطح inline است فقط به قدری که نیاز دارد و اون قدر برای خود عرض را میگیرد. سر میزنیم به بعضی مثال های از انواع element ها در HTML. خب بلاک elements که element بلاک است، مثلا div خودش یک element بلاک میباشد، h1 تا h6 ما، پاراگراف ما و امثال از این خیلی مثال های بیشتر ما هم داریم در نوعی از بلاک element. همچنان مثال سر بزنیم به align elements، مثلا B A I و امثال از اینها. فرق از این را حالا با مثال میبینیم. HTML element نوع بلاکش وید 100% را میگیره. مثلا ما دو تا هیدینگ میتیم، دو عنوان و یک پاراگراف. فایل ما را ذخیره کردیم، رن میکنیم، میبینیم که هر کدامش در اصل یک وید 100% را گرفته، یک لاین بریک بعدش ذخیره کرده. مثلا اگر این ما یک استایل بتیم که بعدا این در درس بعدی میخوانیم، اینجا ما میبینیم که هیدینگ ما وید 100% را گرفته و همچنان البته اگر ما استایل بتیم برای بعدی هایش هم مثلا این باشد گرین که بعدا درباره از این بعدا صحبت میکنیم، میبینیم که بلاک element ما وید 100% را میگیره. اما اینجا اگر ما مثلا bold مثلا فایل ما رو ذخیره میکنیم، میبینیم که هر کدام از اینها پهلو در پهلو قرار داره، یعنی به حدی که نیاز است به مو حد وید یا عرض به خود میگیره، کدام لاین بریک را شکل نمیدن. پس فرق بین inline element و بلاک element در این است که بلاک element وید 100% را میگیرد، inline element ما عرض 100% را نمیگیرد. HTML اتریبیوت ما HTML اتریبیوت ما تعریف میکند یک معلومات اضافی درباره عنصر HTML ما که عموما در آغاز تگ ها نوشته میشه، که به طور مثال ما تگ داریم و تگ از و تگ ایمیج که بعدا درباره درست ما مطالعه میکنیم. تگ داریم به نام تگ ایمیج که ما با واسطه ازی میتونیم یک عکس ما را در روی وب ما لینک نماییم. ولی از یک چیزی ما اینجا نیاز داریم به اتریبیوت، مثلا اتریبیوت src که عبارت از اتریبیوت است که برای داکومنت ما بیان میکند آدرس چی ما را، پکچر ما را، آدرس همون تصویر ما را. مثلا ما میخوایم یک تصویر را در وب ما به نمایش قرار بدیم، پس از این تگ استفاده میکنیم سورس. مثلا اینجا میایم مثلا این صفحه رو میخوایم به نمایش قرار بدیم، بعدش کپی میکنیم .jpg
بعدش میایم صفحه ما را رن میکنیم که این عکس برای ما نمایش داشته، اما در حقیقت این عکس سایزش خیلی بیشتر است. اینجا میایم از یک اتریبیوت دیگه استفاده میکنیم، مثلا width بهش باشه مثلا 200 پیکسل، عرضش 200 پیکسل. خب اتریبیوت ما همیشه دارای یک اسم می باشد که این اتریبیوت ما اسمش به نام src می باشد و بعد از یک value هم داریم. ما میتونیم اتریبیوت ما داخل دبل کوتیشن یا سینگل کوتیشن هم بنویسیم. مثلا اینجا اتریبیوت دیگه داریم به اسم alt، ما اینجا از سینگل کوتیشن استفاده میکنیم. مثلا پکچر ما نامش میمونیم فوتو. این اتریبیوت ما چی نیاز داریم؟ یعنی این اتریبیوت کاربردش این است زمانی که مثلا پات ما یا آدرس ایمیج ما، آدرس تصویر ما درست نمی باشد، alt ما یک معلومات اضافی درباره تصویر ما میده. مثلا زمانی که تصویر ما لود نمیشه برای یوزر ما میگه که مثلا این یک تصویر است، یا مثلا یک تصویر موتر است، یا مثلا تصویر یک ایوان است، تصویر یک چی است. بعضی اتریبیوت ها را ما داریم که اصلا نیاز به ولیو نداره، اسم و ولیو نداره. مثلا یک تگ داریم با تگ اینپوت، از تگ اینپوت استفاده میکنیم که مثلا تایپش تکست خود از یک اتریبیوت می باشد. اینجا یک اتریبیوت داریم که به نام و چی ضرورت ندارد، ولیو ضرورت ندارد، فقط در مورد خودش نشون میکنیم کافی است. مثلا required randomly کل از یک از اتریبیوت می باشد. مثلا زمانی که ما فرم ما را می سازیم، required یعنی زمانی که ما فرم ما را می سازیم و سبمیت بتن ما را کلیک می نماییم، او زمان اینجا به ما یک alert میگه که یعنی این فیلد ما required است، یعنی باید ما در اینجا یک چیزی را نوشته. خب در سایه اتریبیوت و عناصر HTML اینجا به پایان می رسد. در درس بعدی درباره موضوعات بعدی HTML انشاءالله با هم صحبت